سلام به همه اجزای دلم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که مسائل رشد و زوال نمایی رو هم یاد بگیریم، موضوعی که یه نمره تو امتحان نهایی حتما داره و واقعا هم ساده است. اگه میخواید به راحتی یه نمره رو بگیری تا آخر ویدیو با من همراه باش. خب سوال میگه که شخصی 40 میلیون تومان در یک شرکت تولیدی در راستای حمایت از تولید ملی سرمایه‌گذاری میکنه. اگر در پایان هر سال 30% سود بهش پرداخت بشه، بعد از 2 سال سرمایه‌اش چقدر میشه؟ خب ببینید، فرمولی که برای حل این مسائل باید بلد باشیم یه دونه فرمول حفظیه. این شکلیه که میگه ft مساویه c در 1 به اضافه r به توان t. من دونه دونه این پارامترها رو معرفی میکنم، بعدش دیگه جایگذاریه دیگه. این c مقدار اولیه است. یعنی چی؟ یعنی تو این سوال الان مقدار اولیه چقدره؟ 40 میلیون تومان فرد برده گذاشته توی شرکت. خب پس این 40 میلیون تومان مقدار اولیه است. 40 میلیون تومان ضرب در 1 به اضافه چی؟ 1 به اضافه R. این R چیه؟ این نرخ رشد یا همون زوال هست. اگه زوال باشه اینجا من منها باید بذارم، اگه رشد باشه به اضافه باید بذارم. چون بحث سود مطرحه، سود یعنی رشد دیگه، رشد اون پولش، پس میشه به اضافه. خب حالا 30% یعنی چی؟ ببینید 30% رو حتما باید این شکلی بنویسید. 30% به صورت صدمی باید بنویسید به توان تی. این تی بیانگر زمانه. یعنی چی؟ یعنی این که گفته پس از 2 سال، یعنی تیمون دقیقاً 2 الان. یعنی تی دقیقاً پس میشه اینجوری بگیم که پس از گذشت یه مدت زمانیه. الان مدت زمان ما 2 ساله، پس تیمون میشه 2. یه نکته‌ای که راجع به این تی وجود داره و باید حواستون بهش باشه، این کلمه پس از رو باید حتما مشاهده بکنید. یعنی اگه گفت پس از مثلا 5 سال، تیمون 5. اگه بگه در سال 5 تیمون 4، یعنی پس از گذشت 4 سال، یعنی 4 سال که بگذره ما وارد سال 5 میشیم دیگه. یعنی پس میگه در سال 5 تیمون 4. حالا اینجوری بیشتر تو کنکور سوال میاد، تو امتحان نهایی هم عبارت پس از رو میگن. خب اینو بخوایم محاسباتش رو انجام بدیم، این که با این صفر میره 0.3 میشه. 1/3 به توان 2 میشه 1/69. البته شما که با ماشین حساب میزنید دیگه، اینجا یه 1/69 داریم، پشتش هم که همین 40 میلیون رو داریم. حالا من این صفراشو به اختصار دیگه اینجوری مینویسم. کافیه اینو با ماشین حساب ضرب بکنیم دیگه. حاصلش رو من همین الان اینجا اگه بخوام ماشین حساب بزنم، 40 میلیون تومان ضرب در 1/69 میشه 67,600. پس جواب ما میشه 67 میلیون و 600. راستی این FT مقدار باقی مانده است بعد از گذشت زمان T. مقدار باقی مانده بعد از گذشت زمان T. ببینیم چقدر باقی میمونه از اون مقدار اولیه تبدیل به چه مقداری میشه. پس این میشه مقدار باقی مونده پس از گذشت زمان T. بریم یه مثال دیگه هم حل کنیم. میگه جمعیت یک روستا در سال 96 2000 نفر بوده. اگه رشد این جمعیت با نرخ 1% کاهش، ببین 1% در حال کاهش باشه، جمعیتش تو سال 98 چی میشه؟ خب باز من این FT رو اینجا می نویسم که هست C در الان اینجا میشه 1/R به توان T. چرا منها؟ چون اینجا گفته در حال کاهشه. جمعیت اولیه‌مون چقدر بود؟ 2000 نفر بود. پس من این 2000 اینجا می‌نویسم ضرب در 1/. خب 1% رو گفتیم چجوری باید بنویسیم؟ 1/100. اینجوری می‌نویسیم به توان چقدر؟ خب از 96 تا 98 میشه 2 سال دیگه. پس تیمون هم اینجا میشه 2. خب 1/100 میشه 99 صدم به توان 2. بذارید من اینجا 99 صدم بنویسم که به توان 2 میرسه. پشتش هم که یه 2000 وجود داره. خب این مقدار هم بریم با ماشین حساب بکنیم ببینیم که چقدر میشه. خب میشه 2000 ضرب در 99 صدم ضرب در 99 صدم.
میشه چی؟ میشه 1960 تقریبا 1960 نفر در سال 98 جمعیتش خواهد بود.